سلام، چطوری؟ ببخشید به خاطر قیافم همون بودم. امروز دوشنبه است 12 آذر و روزی که دوره ایده پردازی شروع میشه. امروز اولین جلسه دوره ایده پردازیه و خیلی هیجان دارم، استرس یه مقداری خب دارم، طبیعیه، ولی خب یه مقدار زیادی از هیجانم رو توی باشگاه تخلیه کردم. اومدم دوش گرفتم، نهار خوردم، الان اتاقم رو ردیف کنم، لباسم بپوشم، یکم به ظاهرم برسم. ساعت 4 قرار دوره رو شروع کنیم. الان فکر میکنم ساعت 1:30 نزدیک به 2 اینا باشه. امروز اولین بارم هست که بچه ها رو میبینم. توی زوم برگزار میشه کلاس، بچه ها رو اونجا میبینم، باشون آشنا میشیم و قراره که 6 جلسه رو کنار هم بگذارم، یعنی 6 هفته رو قراره کنار هم باشیم. این میزنم آماده کردم. این لپتاپ قبلیم هم اینجا گذاشتم. چرا اینطوری میشه زومش؟ لپتاپ قبلیم هم گذاشتم که یه جاهایی حالا اگر خواستم فایلی رو نگاه کنم از روی نگاه کنم. توی این لپتاپ دوره رو برگزار میکنم دیگه. همین وسایل رو جمع کردم گذاشتمشون اونجا. این پای دوربینه رو اینجا گذاشتم که عکس فیلم خواستم بگیرم. نور اینجا خیلی خوبه، یعنی این پنجره که اینجا هست نور خیلی خوبی به هم میده، ولی متاسفانه ساعت 4:05 اینا دیگه کم کم غروب میشه و آفتاب میره، واسه همین من خیلی نور ندارم برای اون ساعت. به هر حال نور خود اتاقه. چی بپوشم؟ الان باید فکر باشم چی بپوشم. یه سری کارا رو قبل از اینکه دوره شروع بشه باید انجام بدم. الان لینک ها رو بفرستم واسه بچه‌ها، گروه رو زدیم دیگه، تک تک بچه‌ها بیان خودشون رو معرفی کنن توی گروه و دیگه امروز جلسه اول شروع کنیم. خیلی هیجان دارم. احساس اینطوری دارم که قدیمی بودنش رو حس میکنم نسبت به این که الان خیلی جدیده و سرعتش بیشتره، ولی یه حس نوستالژی داره، شبیه این مثلا آدمای سندار که مثلا دوست دارن کار رو انجام بدن، تلاش زیاد میکنن، یه همچین حسی بهم میده، انگار که دوست داره همچنان کار کنه، با اینکه فنش داره منفجر میشه، صدای خیلی زیادی داره و مثلا تا یه فایل بالا بیاره طول میکشه، ولی همچنان لپتاپ مورد علاقمه. یه طرح خاصی هم داره. من هیچ لپتاپی رو ندیدم این شکلی طرح داشته باشه و سونی هم بود اون موقع. سونی خیلی لپتاپای خوبی میزد. الان دیگه مکبوک حرف اولو میزنه و ایسوس و اچ پی و اینا. سونی خیلی تو بازار نیست، ولی این لپتاپ مورد علاقه منه که دیگه همه کارا رو باش میکردم. خب ببین شمارش معکوس شروع شده، نیم ساعت دیگه دوره شروع میشه و من سریع آرایشی کنم و شاید براتون سوال باشه که اصلا این دوره که در موردش صحبت میکنم چیه، چون من تو دوره ولاگ قبلی معرفیش کرده بودم، توضیح دادم راجع بهش، اما الان دوباره میگم. خب داستان از اینجا شروع میشه که ما وقتی با حالا کارفرمای و مشتریهای مختلفی کار میکردیم و آدمهای زیادی که میومدن سمت ما و درخواست همکاری داشتن، ما متوجه شدیم که خیلی از آدمها توی یه بخشایی مشکل مشترک دارن. دغدغه مشترکشون برای تولید محتوا، برای اینکه پیجشون رو بسازن، پیجشون رو ببرن بالاتر، رشد کنه، پیجشون گسترش پیدا کنه و مثلا درآمدشون بیشتر بشه. اون طرف دوست داشتن که ویو بیشتری داشته باشن و اینکه مثل بقیه پیج ها نباشن، اون هویت خاص خودشون رو حفظ بکنن و از این دست دغدغه ها رو که ما متوجهش شدیم و تصمیم به این گرفتیم که یه دوره‌ای برگزار کنیم به نام دوره ایده پردازی، که دوره قبلی رو من و آنیتا با هم برگزار کردیم. آنیتا که مؤسس پینک کلاب هست و توی این دوره آنیتا دیگه با همون نیست، یعنی توی دوره نیست. من و فریماه دوره رو برگزار می‌کنیم. فریماه طراح گرافیک پینک کلابه.
حالا که این دوره چی هست؟ از اسمش مشخصه، ایده پردازی، خلاقیت. ما توی تولید محتوا، حالا هر پلتفرمی، هر جایی اگر میخوایم تولید محتوا کنیم، خب در درجه اول نیاز داریم که دیده بشیم. این دیده شدن منوط به چیه؟ منوط به اینه که من محصول خاصی داشته باشم که مورد نیاز مخاطب من باشه، خدمات خاصی داشته باشم، یا اینکه اون رو خوب پروموتش بکنم که بتونم ویو بیشتری بگیرم. خب همه اینها به کنار، من اصلا کسی هستم که دارم محتوا تولید میکنم و کار من اینه. من ایده کم میارم. بیشترین سوالی که من دارم، بیشترین مشکلی که من دارم اینه که چی بسازم، درباره چی بسازم، اصلا چی بگم، چه چیزی رو نشونش بدم. و ما الان با موج عجیبی توی اینستاگرام روبرویم که همه آدم‌ها میان از رو همدیگه کپی میکنن و ویدیو میسازن و فکر میکنن که دیده میشن و فروششون میره بالا. حالا این مسیر بعضیا هستن که خوب دارن استفاده میکنن از این ترندهای وایرال و خب به هر حال دارن رشد میکنن، اما خیلی هم هستن که انرژی و زمان و هزینه و کلی وقت دارن میذارن اما نتیجه‌ای نمیگیرن. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خب اصولش رو بلد نیستن، اصول ایده پردازی رو بلد نیستن. خلاصه که ما این دوره رو گذاشتیم تا به آدما کمک کنیم، یاد بدیم که چجوری ایده پردازی بکنن، چجوری هویت برندشون رو بشناسن، مخاطب هدفشون رو چجوری بشناسن و تارگت بکنن، و اینکه محصولشون رو، خدماتشون رو، پیجشون رو درست بشناسن و در راستای گسترش و رشد اون برند یا اون پیجشون کار بکنن. خلاصه که این دوره ایده پردازی 6 جلسه است، هر جلسهش هم 2 ساعته، هفته یک بار برگزار میشه. فعلا این دوره دوشنبه ها 4 تا 6 هست و اینکه تعدادش هم خیلی محدود برمی‌داریم، چون اینکه اصل اول ما اینه که یک کلاس تعاملی باشه که بچه‌ها بتونن مشارکت بکنن، بتونن تمریناتشون رو بیارن توی کلاس، سوالی اگر دارن بپرسن و ما وقت کافی داشته باشیم که برای هر نفر بذاریم. از اون طرف هم 2 ماه پشتیبانی رایگان داریم، به خاطر همین حساسیتش خیلی بالاییه که تعداد زیادی اگر باشن ما نمیتونیم به اون صورتی که میخوایم با جزئیات زیاد پشتیبانیشون بکنیم و واسه همین مهمه برامون که تعدادشون کم باشن و اینکه آنلاین باشن. البته که ما وایس جلسه رو بعد از اینکه جلسه تموم میشه توی گروه میفرستیم، فایل پاورپوینتش رو هم میفرستیم، اما اینکه حضور داشته باشن و خلاصه اینکه سوال بپرسن. یه جاهایی من سوال میپرسم و نیازه که اونها جواب بدن، لازمه که حضور داشته باشن. خلاصه که این از دوره ایده پردازی. یک بار ما قبلا برگزارش کردیم، توی بهار بود، اردیبهشت یا خرداد بود که ما برگزارش کردیم. خیلی دوره خوبی بود، بازخوردهای خیلی خوبی گرفتیم. دوباره مجددا توی پاییز داریم برگزارش میکنیم. اگر تقاضا زیاد باشه خب سعی میکنیم که این تکرار شدنش رو بیشتر بکنیم، با فاصله زمانی کمتری دوره رو برگزار بکنیم. حالا چیزی که هست اینه که من خیلی آدم برونگراییم و دوست دارم که با آدم‌ها ارتباط برقرار بکنم و اصلا حضور در یک جای رو خیلی دوست دارم. این دوره هم من خیلی خیلی دوست داشتم که حضوری باشه، یعنی اینکه بچه‌ها حضور داشته باشن توی کلاس، با هم دیگه یک زمانی رو توی یک جا بگذرونیم. اما متاسفانه خب این امکانش نیست. من شمال زندگی میکنم، اگر بخوام کلاس بذاریم تهرانه. در حال حاضرم بچه‌هایی که شرکت کردن از همه جای ایرانن، حتی بچه‌های خارج از کشور هم توی دوره‌هامون شرکت کردن، واسه همین امکانش نیستش که ما بتونیم یک جا به صورت حضوری برگزارش بکنیم. اما خیلی تو فکرش هستم، امیدوارم که به یه راه حلی برسیم بتونیم این دوره رو حتی شده به صورت کوتاه‌تر حضوری هم داشته باشیم و من خیلی دوست دارم این حضوری بودنش رو تجربه کنم. فکر کنم یادم رفت راجع به ثبت نامش بگم. اگر که میخواید اطلاعات بیشتری داشته باشید و تو دوره بعدی ثبت نام بکنید، برید به پیج پینک اینک. پینک اینک زیر مجموعه شرکت پینک کلابه که فقط دوره‌های آموزشی توش داره برگزار میشه فعلا. پیج پینک اینک رو فالو داشته باشید. دوره‌های دیگه ای رو هم داریم، دوره تقویم محتوایی و به زودی هم قراره سمینار تبلیغات داشته باشیم و حالا دوره‌های آموزشی دیگه هم اضافه میشن، بهتون میگیم. پیج پینک اینک رو خلاصه که فالو داشته باشین. یه چیزی که در حال حاضر بهم استرس میده اینه که من باید حواسم به شارژ همه چی باشه، شارژ گوشی، شارژ لپتاپ و از همه مهمتر اینترنت. ببین اینترنت خونه که کلا امروز ضعیفه. من وصل شدم به اینترنت ایرانسل
اینترنت گوشیم، بعد گوشیمو قرار باشه فیلمم بگیرم، این گوشی داغ میکنه دیگه. خلاصه خدا رحم کنه بهم. این از من آماده شدم. یه چیز راحت پوشیدم که تک رنگ باشه، نمیخواستم خیلی طرح داشته باشه و اینکه راحت بودنش برام از همه چیز مهمتر بود، چون 2 ساعت قراره که یه جا بشینم. یه کتی هم دارم که روش اگر سردم شد بپوشم، یه آب هم کنار خودم میذارم. موهامو چیکار کنم؟ موهام شکلی خوبه دیگه، نمیدونم، یه کارش میکنم اون رو. یه کارش میکنیم. ممنونم، مرسی از همگی. خب امیدوارم که برای هممون این دوره کاربردی و مفید باشه. من یه توضیح کوچیک بدم، اینکه من اینجا تنها هستم اونطور که می‌بینید تو این کادر و نیازه که یه جاهایی من فیلم و عکس بگیرم و واسه همین پای دوربین اینجا هست و من شاید یه جاهایی گوشیمو بذارم یا مثلا چیز بشه. یه عذرخواهی میکنم اولش که حالا یه جاهایی نیازه که من فیلم بگیرم از اینجا. حالا امیدوارم که بعدها یک همراهی داشته باشم که این کار رو انجام بده. خیلی خوب، بریم بپردازیم به ایده پردازی جلسه اول. خب ما توی این جلسه اجازه بدید من فایل پاور رو بیارم. فایل پاور رو همگی دارید؟ من دارم، درست شد. خیلی خوب، این جلسه ما میپردازیم به اینکه اصلا ایده پردازی چیه و سوشال میدیا که این روزها همه آدم‌ها دارن راجبش صحبت میکنن و کنجکاون راجع بهش بیشتر یاد بگیرن، بیشتر حضور داشته باشن، چه اهمیتی داره و چه اتفاقاتی درش داره میفته. و موضوع جذاب خلاقیت که ما این روزها داریم میبینیم آدم‌ها دارن ویدیوهایی رو میسازن، هدف خاصی ندارن، صرفا میخوان بیشتر دیده بشن، به اون کسب و کارشون توجه نمی‌کنن، به اینکه موضوع پیجشون چی هست یا توجهی نمی‌کنن. تنها چیزی که دلشون میخواد داشته باشن عدد بالای ویو هست و اینکه حالا ایمپرشن پیجشون، انگیجمنت پیجشون بره بالاتر و اینکه اصلا خب چه هدفی پشت این اعداد هستش. ما آیا میخوایم که اثرگذاری بیشتری داشته باشیم، میخوایم فروش بیشتری داشته باشیم، به اینها میپردازیم. درباره بستر خلاقیت صحبت میکنیم و یه مقداری هم حالا اینکه فصل دوم راجع به چه چیزایی قراره تدریس بشه میگیم و در نهایت هم یک تمرینی براتون داریم که اون تمرین رو شما در طول این 1 هفته تا جلسه بعدی انجامش خواهید داد. خیلی داره که همش گوش بده و ببینه که دقیقاً داره چی میگه. شاید همون محتوا به همون شکل توی خیلی به جای دیگه هم باشه، ولی انقدر خوب این قضیه توضیح داده میشه و همونطور که خود حدیث هم گفت دقیقاً اراس میدیایی که میگه دقیقاً زمانی. خب همین تازه کلاس تموم شد و من هیجان خیلی زیادی داشتم، تونستم تا یه جایی استرسمو کنترل کنم و باز هم میگم خیلی بهم کیف داد از اینکه با آدمای جدید آشنا شدم، تونستم اون مشارکت و تعاملی که میخوام رو توی کلاس داشته باشم. خلاصه که تجربه خیلی خوبی بود. 1 جلسهش گذشت، 5 جلسه دیگه رو ببینیم که چطور میشه. ولی میدونی بازم میگم چون تو اتاقمه و من حضور ندارم یه جا، یکم الان که تموم شد حس خلأ دارم، انگار که یه چیزی رو از دست دادم. الان مثلا باید لباسم عوض کنم برم تو حال بشینم، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. ولی مثلا اگر حضوری بود تو یه مسیری رو برمیگشتی، بعد از کلاس یه صحبتی میکردی با بچه‌ها، خیلی دوست داشتم اونو. اما خب به هر حال مجازی هم خوبه دیگه. اینجا تو اتاقم نشستم با لباس با شلواری که خونگیه اما بالاترم خیلی رسمی و شیکه. سلام، امروز شنبه است، 1 روز گذشت و من صبح قرار بود برم پیاده روی اما نرفتم، خواب موندم، خیلی مقاومت کردم که برم ولی اصلا چشام باز نشد. در نتیجه الان پیاده دارم میرم کلاس. اگه گفتین کلاس چی؟ بله، کلاس موبایل گرافی. پیاده دارم میرم که 8000 قدم هم دیگه برشه دیگه. حالا نمیدونم رفت و برگشتم چند هزار قدم بشه.
آدم ها نگاه میکنن معذب ترین چیز توی دنیاست و من نمیتونم تو دوربین نگاه کنم وقتی آدم ها نگاه میکنن و مثلا اصلا نمیتونم حرف بزنم وقتی یکی داره نگاه میکنه و همین تو خیابون یکم سخته. ولی شما لباس زمستونی رو ببین، بالاخره سرد شد و بالاخره با لباس زمستونی پوشیدیم، پالتو پوشیدیم. هیچکی به اندازه من ذوق زمستون و سرد شدن هوا رو نداره فکر میکنم. آخه به همین اندازه که این سرما رو دوست دارم گرمای تابستونم دوست دارم. مثلا عاشق اینم که تو تابستون برم دریا آفتاب بگیرم و اون سوزش اون آفتاب رو حس کنم. نمیدونم که زمستونه دوست دارم که مثلا این لباس گرم بپوشم، اون سرمایه رو حس کنم. نمیدونم چون برف که میاد هوا خیلی سرد میشه. من عاشق اینم که مثلا چکمه بپوشم، دستکش، کلاه، شال گردن. مثلا توی برف که سینوسام حساسه خیلی زود سرما میخورم ولی بازم این سرما رو دوست دارم. عکس رو حالت کارتونی ممکنه بکنه. ببینیم از حالت طبیعی عکسمون رو خارج میکنه. داری که